بزرگترین شرکت کامپیوتری جهان که به نام بیگ بلو نیز شناخته می شود، در ابتدا تحت عنوان شرکتی با نام CTR در سال 1911 تشکیل شد. تنها چند سال پس از تشکیل رسمی شرکت، تاجری آمریکایی به نام توماس واتسون به عنوان مدیر ارشد منصوب شد و در عرض 4 سال سود شرکت را 2 برابر کرد. با تغییر نام شرکت از CTR به IBM در 14 فوریه 1924 فصل جدیدی در تاریخ این شرکت آغاز و محصولات تولیدی آنها تخصصی تر شد. در سال 1952 IBM کامپیوتر تجاری IBM 701 اولین کامپیوتر بزرگ خود بر اساس لوله خلع را معرفی کرد و با راه اندازی اولین هارد دیسک مغناطیسی جهان انقلابی در ذخیره‌سازی داده‌ها ایجاد کرد. در 1964 IBM سیستم 360 را معرفی کرد. اولین خانواده ابر کامپیوترها که از نرم افزارهای قابل تعویض و تجهیزات جانبی استفاده می‌کرد. تا پایان دهه نیز خود را به عنوان متحد مهم ناسا و برنامه فضایی ثابت کرد و در سفر انسان به ماه مؤثر بود. به لطف تولد رایانه شخصی IBM یا PC، انقلاب دیگری در دنیای تجارت رقم خورد و برند IBM شروع به ورود به خانه‌ها، مشاغل کوچک و مدارس کرد. در 1997 دیپ بلو کامپیوتر جدید IBM که برای بازی شطرنج در سطح جهانی برنامه ریزی شده بود، برای اولین بار در 6 بازی در نیویورک گری کاسپاروف قهرمان شطرنج جهان را شکست داد. در حال حاضر این شرکت بین‌المللی 288300 کارمند در 175 کشور مختلف و سالانه بیش از 55 میلیارد دلار درآمد دارد.